در شهر ایربیل عراق مردم با برگزاری تظاهرات از جامعه بین الملل خواستند نگذارد که شهر عمدتاً کردنشین کوبانی در سوریه و دست جنگجویان سازمان دولت اسلامی بیفتد. تظاهرگران تاکسی عبدالله آجلان پیشوای حزب کارگری کردستان را در دست داشتند که او در ترکیه زندانی است. شهر کوبانی سوریه در مرز با ترکیه واقع شده است و حکومت ترکیه را برای دخالت نکردن به این جنگ تنقید کردند. در شهر پشاور پاکستان اهلی خانواده و نزدیکان حاجیانی را پیشواز گرفتند که از زیارت مکه برگشتند. در اولین هواپیمای حاجیان از عربستان سعودی 200 زائر پاکستانی به خانه‌هایشان برگشتند و از تیراندازی چند هفته پیش در اطراف فرودگاه پشاور مقامات پاکستان تدابیر امنیتی در این فرودگاه را تقویت بخشیدند. در شهر مسکو گروه از فعالان سیاسی به نشان حمایت از لیلا یونس حامی زندانی حقوق به نوبت در نزد سفارت آذربایجان در روسیه تظاهرات کردند. لیلا یونس مدیر پژوهشگاه صلح و دموکراسی در آذربایجان را ماه ایول با اتهام تقلب مالی و خیانت به وطن دستگیر کردند. عارف یونس شوهر او نیز اندکی دیرتر بازداشت شد. بازداشت این هر دو در زمان سرکوب فراگیر مخالفان دولت در آذربایجان صورت گرفت. در شهر تیفلیس پایتخت گرجستان مقامات و سازمان‌های غیرحکومتی برنامه را برای ثبت نام قربانیان رپرسی استالینی در سالهای 30 قرن گذشته معرفی کردند. در مخزن اینترنتی که گرجی‌های فهرست استالین عنوان دارد، اطلاعات تازه درباره 3600 قربانی عهد استبداد استالین در سالهای 1937-38 وارد شده است. هدف از این برنامه بالا بردن سطح آگاهی مردم از استبداد در زمان شوروی و به خصوص در عهد استالین بوده است. در شهر سرایو پایتخت بوسنیا نقاشان 8 کشور جمع آمدند و زندگی 100 سال پیش در این شهر را نقاشی می‌کنند. 23 نقاش در بسکرسیه محله قدیمی زمان ترکان عثمانی و نزدیکی محل نقاشی می‌کنند که در آنجا سال 1914 وارث امپرای اوسترو-ونگر را قتل کردند. سال روان شهر سرایو 100مین سالگرد آغاز جنگ جهانی یکم را با سلسله چهاربینی‌های فرهنگی یاد کرد.